در دهه نایگفت وادی وخیو قرار داریم. و ما گفتن که در اینجا یک خانه تیپی بدخشانی هست و ما آمدیم این لحظه در اینجا قرار داریم. این خانه با اماکی رحمتی حصاری تعلق داشته است. حاضرون کس از دنیا گذشتن ولی خانه از روی نقل این ساکنان دیها قریب 200 سال تاریخ دارد و وقتی که ما با درونش در آمدیم دیدیم حقیقتا خانه قدیمه بدخشانی است. در این خانه تمام الیمنت های و عنصرهای خانه بدخشانی وجود دارد. از دهلیز سر می شود، می دراید از طرف دستی راستش صوفه کلان، صوفه بالا است، از طرف روبروتون صوفه پایان است، از طرف دستی چپتون تنور است، تنوری که در اونجا میپزند و غیر از این من در اینجا وقتی که میبینید این اتریبوتش این است که اینجا آگرچه برای بزغولچه و برچه ها میساختند که اونا از جدا باشند از مادراشون. و اینجا این طرف آشخانه است، آشخانه است و روزن هم دارد، بالاش و روزن هم دارد، لیکن روزن رو امروز پوشیدگی هم برای اینکه از طریق روزن به اینجا شاید ندارد. یعنی که این نشون میدهد که در این خانه، یعنی که نمود این گونه خانه هایی که حزینوی خانه های پامیری یا بدخشانی میگویند در تمام تاجیکستان وجود دارد. از جمله گفتن که هم در پنجکینت گونه خانه ها بودند، هم در غرم، هم در دیگر محلهای تاجیکستان و یعنی مردم اوری و تبار در همین گونه خانه ها زندگی میکردن. من به نزدیکی یک خانه رو کسی در یوتیوب پرتافته بود در اینترنت و گفت که شما گوید که این خانه در کجا هستن؟ خانه بدخشانی خیلی کلان قدیمه، شاید 200-300 سال و زیادتر تاریخ داشته باشد. و وقتی که هر کس هر چی نوشت که در شغلان است، در وخان است، در فلانجا، و گفت که این در اسیتیا است، یعنی در اسیتیای شمالی همین گونه خانه بود، چون که اسیتین ها نیز اینا مردم اوری و تبار هستند و یعنی که این یک مردم بودن ما رو، یک ریشه داشتن مردم تاجیک و مردم ایران تبار رو اثبات میکند. ما خیلی خوشبختیم که در این سفر خودمون با وادی وخیو به همین گونه یک عنصر تمدن کوهان خودمون دچار شدیم و البته فکر میکنم که این گونه خانه ها در قدیم تمام این خانه ها همه خیلی بودند.